هوکمون دو سول ره هست. سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر هوک شده. در این قطعه فا دیز، لا کرون و می کرون داریم. از سول شروع میکنیم. سولا سی می نگوشت اول سی، ره دور 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 دو سلام دو سید سید لا سول. اینجا لا رو میزنیم تک و بعد بدونی که مضراب رو سول بزنیم کمان روی سول ایجاد میکنیم. می سول سولا سی دو ره دور دور سید سید سیل دو سید. انگشت سوم میاد روی لا، لا سول. باز لا تک میخوره به سول، بدون مضراب کمان ایجاد میکنیم. می سول میره 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 ره میف 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 میرم ره میف میرم دور سی. تکرار میشه. میره 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 ره میف 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 میرم ره میف میره دو سی سی دو ره میرم رم رم دور دور دو سی لا. لا کرون در سیم زرد میزنیم. ره دور دوست لا سول لا تک سول کمان و بعد ریز می سول. یکی دختری داشت و خاقان چو ما، کجا ماه دارد به زلف سیاه، به دنبال چشمش یکی خال بود، به دنبال چشمش یکی خال بود، که چشم خودش